اعتماد به نفس یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی است. با افزایش اعتماد به نفس، افراد بهترین نسخه از خود را در زندگی و کار به نمایش می‌ذارند. یکی از مهمترین خصوصیاتی است که هر فرد میتونه داشته باشه. این خصوصیت باعث میشه تا فرد بهترین تصمیمات رو در زندگی خودش بگیره و با اعتماد و اطمینان بیشتری به مسائل مربوطه بپردازه. در این ویدیو 6 تا از راهکارهای افزایش اعتماد به نفس بهتون گفته میشه که مورد آخر از همه موارد مهمتره. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش و کانال رو سابسکرایب کن. افراد با اعتماد به نفس به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنن و از روابط اجتماعی بهتری برخوردارن. بهترین تصمیمات رو در مورد شغل، تحصیل، در مواجهه با مسائل و چالش‌های زندگی میگیرن. همچنین فرد به خودش اعتماد داره و میتونه با اطمینان بیشتری در میان دیگران حضور داشته باشه. همین امر باعث کاهش استرس در فرد و سلامت روحی و جسمی اون میشه. بهترین ورژن از خودش رو بروز میده و با افزایش شناخت خودش به سمت رشد و توسعه پیش میره. انگیزه و انرژی بیشتری در زندگی پیدا میکنه. بهترین تلاش ها رو در پیش میگیره تا به اهداف بزرگتری دست پیدا کنه و به راحتی با مسائل و چالش های زندگی مقابله میکنه. روحیه اون تقویت شده و در زندگی احساس رضایتمندی و خوشبختی میکنه. کسی که از اعتماد به نفس مناسبی برخورداره در مورد مسائل و مشکلات به راحتی نگران نمیشه. همین امر باعث بهبود کیفیت زندگی شخص میشه. مرحله اول برای افزایش اعتماد به نفس: تنفس عمیق داشته باشید. با تمرین تنفس، افراد می توانند استرس و نگرانی رو کاهش بدن و به آرامش و تمرکز دست پیدا کنند. این فرایند باعث کاهش تنش عضلات، افزایش آگاهی از حالت بدن و ایجاد ارتباط میان مغز و بدن میشه. مطالعه کنید و آموزش ببینید. آموزش دیدن یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش اعتماد به نفسه. با یادگیری مهارت‌ها و دانش جدید، افراد احساس تسلط بر زندگی خودشون میکنن و این مورد به افراد کمک میکنه که در زمینه‌های مختلف مهارتشون رو توسعه و پرورش بدن و از تجربیات مثبت بهره مند بشن. این پروسه تغییر نگرش افراد به سوی یادگیری و توسعه فردی رو ترویج میده. در نتیجه اعتماد به نفس رو بهبود میبخشه. از دایره امن خودتون خارج بشید. تجربه کردن چیزهای جدید به شما کمک میکنه تا با موقعیت‌های جدید مواجه بشید و خودتون رو به چالش بکشید. این تجارب نه تنها احساس اثربخشی و توانمندی رو در شما افزایش میده، بلکه شما رو به احترام به خودتون و اعتماد به نفس بیشتری هدایت میکنه. وارد شدن به محیط‌های جدید و تجربه موقعیت‌های متنوع رشد فردی رو در پی داره. با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کنید. ارتباط برقرار کردن با دیگران و به اشتراک گذاشتن نظرات و ایده ها باعث افزایش اعتماد به نفس میشه. با ایجاد ارتباطات قوی و پایدار، افراد احساس تعلق و توجه مثبت میکنن. خودشناسی رو در اولویت قرار دهید. به شناخت خود و نقاط قوت و ضعف بپردازید. با شناخت خودتون بهتر میتونید تصمیمات درستی بگیرید و اعتماد به نفس رو افزایش بدید. با آگاهی از ویژگی‌ها و ارزش‌ها میتونید بهترین ورژن از خودتون رو شناسایی کنید و راهبردهای بهتری برای رشد شخصی انتخاب کنید. مهارت‌های جدید یاد بگیرید. تلاش برای بهبود خود باعث افزایش اعتماد به نفس میشه. خود را با دیگران مقایسه نکنید. برای بالا بردن اعتماد به نفس باید تلاش کنید بهترین زندگی رو برای خودتون بسازید، نه اینکه زندگی ورزشکاران، دوستان و هنرمندان رو کپی کنید. تا حالا این ضرب المثل رو شنیدین که میگن دست بالای دست زیاده، که ممکنه خیلی از افراد در زمینه‌هایی از شما بهتر باشن. پس سعی کنید کار جدیدی انجام بدید، چون کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارن از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناآشنا و جدید اجتناب می‌کنن. با برنامه ریزی میزان پیشرفتتون رو ارزیابی کنید. برخی از خصوصیات مثل قد، رنگ پوست رو نمیتونید تغییر بدید، اما در مقابل خصوصیاتی مثل خجالتی بودن و کمرویی و بی‌نظمی و امثال اینها رو به راحتی میتونید تغییر بدید. برای این کار باید برنامه ریزی کنید. استعدادیابی کنید. ببینید چه کاری رو بهتر از بقیه کارها انجام می دهید. با غرور به آن کار ادامه بدید.
علاقه‌مندی‌های خودتون رو مشخص کنید. هنر، نقاشی، نویسندگی، گویندگی و غیره. هرچه استعداد و هنر بیشتری داشته باشید، با آدم‌های متفاوت و بیشتری ارتباط برقرار می‌کنید. اگر در زمینه علاقه خود کار کنید، از لحاظ روحی و از لحاظ جسمی به خودتون لطف کرده اید. تعاریف و انتقاد دیگران رو با گشاده رویی بپذیرید. کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارن، از تعریف و تمجید خوششان نمی آید. آنها فکر می کنند گوینده یا دروغگوست یا اشتباه می کند. در مقابل کسانی وجود دارند که به خاطر داشتن غرور منفی زیاد در برابر تعریف دیگران با سردی رفتار می کنند. تعریف رو به خوبی بپذیرید، لبخند بزنید و تشکر کنید. تعریف یاد شده رو به لیست خوبی‌های خود اضافه کنید و از آن برای بالا بردن اعتماد به نفس استفاده کنید. احساسات خود را کنترل کنید و ترستون رو بپذیرید. برخی فکر می‌کنن افراد با اعتماد به نفس اصلاً نمی‌ترسن، اما این اشتباه است، زیرا ترس معقول نشان دهنده رشد فکری است. صبور باشید. هیچ کس در یک شبانه روز با اعتماد به نفس نمی شود. ممکن است به ترستون غلبه کنید اما به هدفتون نرسید. اصلا ناراحت نباشید، اشکالی نداره. حتما از اشتباهاتتون درس بگیرید و برای بار دوم اونها رو تکرار نکنید. هدف گذاری کنید و هدفهای کوچک و قابل دسترسی برای خود مشخص کنید. زمانی که اهداف شما دستیافتنی نباشند، بعد از مدتی کوتاه سرخورده میشوید و اعتماد به نفس شما پایین می آید. به ظاهرتون برسید و مراقب سلامتیتون باشید، اما این رو بدونید قرار نیست همه چیز عالی باشد. این حقیقت است و اگر آن را قبول نکنید و بخواهید همه چیز به بهترین شکل ممکن انجام بشه، هرگز از موقعیت خود راضی نخواهید بود و اعتماد به نفس پایین رو تجربه می کنید. در آینه به خودتون نگاه کنید، لبخند بزنید تا شادتر از قبل به نظر برسید. خود را همونطوری که هستید بپذیرید و بدانید با این کار اعتماد به نفستان بیشتر از همیشه می شود. جملاتی مثل من نمیتوانم یا هیچ کس دوست ندارد به حرفای من گوش دهد ناشی از افکار منفی ذهن شماست. این صدای درونی به شما کمکی نمی کند و مانع رویا و اهداف شما می شود. افکار منفی رو به مثبت تغییر بدید. برای این کار باید فکرهای مثبت رو به ذهنتون راه بدید. میتونید از جملاتی مثل من این کار رو امتحان میکنم، در کارم موفق میشوم یا دیگران برای حرفهایم ارزش قائل میشوند استفاده کنید و هر روزتان را با القای حرفهای مثبت شروع کنید. هرچه مثبت‌تر فکر کنید و از منفی بافی دوری کنید، زودتر این عادت برای ذهن شما ایجاد میشه. اگر تا اینجای ویدیو همراه من بودی، ویدیو رو لایک کن و برام کامنت بذار. افزایش اعتماد به نفس مثل سفریه که نیازمند خودآگاهی، رشد، پذیرش خودتون و خودسازی است که شامل شناخت نقاط قوت و ضعف، تعیین اهداف واقع بینانه و برداشتن گام‌هایی برای دستیابی به آنهاست. اعتماد به نفس به معنای اشتباه نکردن نیست، بلکه در مورد ایمان و توانایی‌های خودتان است، حتی زمانی که با چالش‌های مختلف و شکست‌ها روبرو می‌شوید. همچنین مهارتی است که در طول زمان با تمرین، پشتکار و گفتار مثبت در خودتون تقویت کردید. سعی کنید دستاوردهای خودتون رو جشن بگیرید و به خودتون افتخار کنید و به پتانسیل‌های درونی برای غلبه بر موانع و رسیدن به موفقیت اعتماد کنید. به خودتون ایمان داشته باشید تا دیگران هم شما رو باور کنند.